علمني ذنبي تعلمني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستید شاد و صحت و سلامت و خرم بوده باشید. برادران عزیز و خواهران گرامی، با برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. البته باز هم مثل همیشه مفتخرم که استاد سلیمانی عزیز را کنار خود دارم که لبخندهایشان توجه من را برای چند لحظه دور برد. خدمت جناب استاد از طرف خودم و از طرف بیننده های عزیز عرض سلام و ادب دارم. خسته نباشید استاد. سلامت باشید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرور گرامی استاد رحیمی عزیز و همچنین همه بینندگان عزیز و ارجمند، و الله را شاکرم از اینکه در خدمت شما هستم و همچنان شاهد لبخندهای زیبای شما، و امیدوارم که در این لحظاتی که در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم آنچه که مورد رضای الله متعال است در محفل ما بیان بشه. آمین ان شاء الله. بیننده های عزیز، البته در برنامه‌های گذشته زلال ایمان با ما بودید. ما در مورد سومین رکن از ارکان ایمان که ایمان به کتاب‌های آسمانی بود پرداختیم. در این باب دلایل ایمان به کتاب‌های آسمانی، اهمیت ایمان به کتاب‌های آسمانی و اینکه تعداد کتاب‌های آسمانی چقدر هست و در قرآن کریم و یا سنت صحیح نبوی صلی الله علیه و سلم برای کتاب‌های آسمانی چه نام‌های استعمال شده است. ما گفتیم که از نام‌هایی که برای کتاب‌های آسمانی استعمال شده است کتاب هست، الکتب هست، زبر هست و زبور هست و همچنان صحف هست. و سپس در مورد تفاوت ایمان میان ایمان به قرآن کریم و کتاب‌هایی که قبل از قرآن کریم هست، آیا یکسان می باشد یا ایمانش تفاوت می داشته باشد. ما از اینجا گفتیم که در اصل کتاب‌های آسمانی که از جانب الله متعال است، اصلشان ایمان ما یکسان است. اما اینکه این کتاب‌هایی که امروز ما می‌بینیم قبل از قرآن کریم مثل تورات و زبور و انجیل که تحریف شدن، محرف شدن، البته به جزئیات اینها کتاب‌های موجود فعلی ما نمیتونیم که ایمان بیاریم، بلکه ایمان به تحریف از او جزئی مؤمن بهی هاست. اما اصل کتاب که از جانب الله متعال نازل شده بوده بر پیامبران گذشته به او ایمان داریم. و همچنان دلایل تحریف را ما مختصرا ارائه کردیم. البته در برنامه بازسازی اندیشه استاد فاتح عزیز همراه با استاد سیقل تفصیلی روی تحریف این کتاب ها صحبت کردن و صحبت هایشان ادامه دارد. در این برنامه می خواهیم که روی ایمان به قرآن کریم بپردازیم، اما قبل از این که ما بریم روی خود قرآن کریم صحبتی داشته باشیم جا دارد ما کمی عقب‌تر بریم در مورد شخصیت صحبت بکنیم که کتاب بر او نازل شده، قرآن کریم بر او نازل شده. چون در قدیم و حالا هم تعداد زیادی از دشمنان اسلام شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را هدف قرار دادند. ما دیدیم که وقتی که قرآن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد، مشرکین قریش ایشان را ساحر و جادوگر و دروغگو و مجنون علیاذ بالله لقب‌های زشت دیگری دادند و یک تعداد آمدن گفتن که نه این کتاب را برش کسی تعلیم میده، کدام عالم مسیحی است که او برش تعلیم میده و پیامبر از او نوشته میکنه و برای ما میخواند، چیزی وحی برش نشده. و امروز هم تعداد از گمراهان معاصر به این باور هستند که قرآن کریم یا همین کتاب الهی تخیلات و تصورات ذهن پیامبر است. یعنی ذهن پیامبر، عقل پیامبر بسیار عقل بالا و والایی است که توانسته است این جملات را تصور بکنه، تخیل بکنه و سپس ترتیب بندی کنه، در کتاب نوشته بکنه و برای ما به عنوان وحی تقدیم بکنه، در حالی که وحی نیست، تخیلات خودش است که خودش نوشته است. پس جا دارد که ما بریم کمی عقب‌تر در مورد
شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ذات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت های داشته باشیم تا ببینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چطور شخصیتی بودند، در چطور محیطی به دنیا آمدن، در میان مردمی که به دنیا آمد قبل از پیامبری آنها در مورد پیامبر چی دیدگاه داشتند، چی نظر داشتند و چرا یک سره بعد از بعثت، بعد از نزول قرآن کریم نظری آنها، دیدگاه آنها در قبال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با درجه 180 درجه تغییر میخوره و میآیند لقب‌های زشت دیگری را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نثار میکنند. همانهایی که تا دیروز میگفتند محمد امین هست، محمد صادق هست، محمد را به این دو نام میشناختند، اما یک دم و یک سره آمدن گفتند که نه، پیامبر دروغگو هست. در مورد ذات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم. عنوان این قسمتی از برنامه زلال ایمان هست پیامبر قبل از نزول قرآن. استاد سلیمانی عزیز، از کجا صحبت را آغاز میکنیم؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سخن گفتن درباره شخصی که بدون شک بهترین انسان تاریخ است، شخصی که در بین انبیای الهی بالاترین درجه و مقام را دارد، در بین مخلوقات الله متعال بدون شک عزیزترین مخلوق الله تعالی است. سخن گفتن درباره این شخصیت بسیار مشکل هست، چون که انسان نمیدونه که از کجا آغاز بکنه. در این اقیانوس بیکران از صفات بارز این شخصیت عظیم انسان متحیر میمانه که از کجا و چگونه و به چه شکلی صحبت را آغاز کنه. اما به هر حال از قدیم گفتن آب دریا گر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. درباره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر بخوایم صحبت کنیم برج پوزش، بهتر است که ما اول از نسب شریف آغاز بکنیم که ببینیم که محمد مصطفی علیه السلام از کدام به هر حال قوم هست، از کجا هست و چه تاریخی داشته و فرزند چه افرادی است. به هر حال خانواده در تعیین شخصیت یک فرد بسیار مهم هست. و ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم نسل مبارکش میرسه به ابراهیم علیه السلام و ابراهیم علیه السلام هم شخصیتی است که شناخته شده است برای همه ادیان آسمانی، قابل احترام هست و حتی کسانی که الان هم شخصیتایی که الان هم منتسب به مسیحیت هستند و خود را پیرو تورات و انجیل میدانند و با اینکه ما اشاره کردیم که اینها تورات اون تورات حقیقی نیست و انجیل اون انجیل حقیقی و اینها هم پیروان و به هر حال متبعین حقیقی برای تورات و انجیل نیستند، با این وجود همه اینها اعتراف دارند به فضل ابراهیم علیه السلام. ما در قرآن کریم هم وقتی که میبینیم ابراهیم علیه السلام را الله متعال میفهمد وقتی که خانه کعبه رو داشت بنا میکرد دعا کرد. در آیه 128 و 129 سوره مبارکه بقره الله متعال میفهمد که دعا کرد که ابراهیم و اسماعیل با هم داشتن میساختن که پروردگارا ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما دو نفر رو تسلیم شده برای خود قرار بده و من ذریتنا امه مسلمه لک، از ذریه ما یک امتی که تسلیم شده باشن برای تو. و در آیه 129 باز دعا کردن که ربنا وابعث فیهم، در مردم این سرزمین مکه پیغمبری از خودشون مبعوث بکن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمودن من نتیجه دعای پدرم ابراهیم علیه السلام هستم و بشارت عیسی علیه السلام در تورات و انجیل، بشارت عیسی علیه السلام در انجیل کلام متعال برای ما، برای رسول صلی الله علیه و سلم که ان شاء الله در برنامه در این باب بیشتر و تفصیلا صحبت خواهیم کرد، بشارت دادن به آمدن رسول صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم از نسلشون به فرزند اسماعیل و ابراهیم علیه السلام هستند که ابراهیم جد بزرگ است و اسماعیل پسر ابراهیم علیه السلام هست. اسماعیل ذبیح الله که به قربانگاه رفت و قربانی شد و خیلی از امروز یهودیان تلاش دارن بگن که اسحاق ذبیح الله بوده نه اسماعیل، چرا که این فضیلت رو از رسول الله بگیرن. اونها سعی میکنن بگن که اسحاق برادر اسماعیل علیه السلام ذبیح الله اون بوده، اون به قربانگاه رفته و نه اسماعیل، تا به این شکل هم این فضیلتی که برای رسول صلی الله علیه و سلم هست و اسماعیل ازش بگیرن و همین که مراسم حج رو نسبت بدن به خودشون، چون بحث جمرات و قربانی و عید و قربان و همینا
حول این محور این موضوع قربانی میگرده و اسماعیل علیه السلام از ذبحی که انجام شد. در نسب شریف رسول صلی الله علیه و سلم از ابراهیم علیه السلام تا خودشان تمام کسانی که زندگی کردن، انسان‌های با شرف، با نجابت و شجاع و شخصیت‌های با کرم و شخصیت‌هایی بودن که همیشه در زمان زندگی خودشون قابل احترام بودن. آنچه که در نسب ایشون به ما رسیده 21 نفر، از نسبشون تا عدنان، تا شخصی که به اسم عدنان هست، روایت امام بخاری ذکر میکنه تا اونجا ثابت هست این نسب که در کتاب‌های حدیث ذکر شده و کتاب‌های سیرت. از اونجا به بعد نسبشون تا اسماعیل علیه السلام برای ما دقیق افراد مشخص نیستن، اما خود این که نسب از اسماعیل علیه السلام هست روش اتفاق نظر هست. همه اتفاق نظر دارن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزند اسماعیل و ابراهیم علیه السلام هستن. و الله متعال هم در قرآن کریم میفرماید ملت ابیکم ابراهیم، حتی به فضل این که چون ابراهیم علیه السلام پدر بزرگوار رسول، جد بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم هستن، او رو جد امت هم مینامند، پدر امت هم مینامند. ملت ابیکم ابراهیم، شما فرزندان ملت پدرتان ابراهیم علیه السلام هستید. در نسبشون ما یک شخصیتی داریم به نام عبدالمطلب که این عبدالمطلب به هر حال ما نسب رسول صلی الله علیه و سلم باز وقتی که میاد پایینتر میرسه به کنانه و از کنانه باز میاد به قریش میرسه، از قریش باز بنی هاشم میرسه که هرچی پایینتر میاد اینها باز زبده هستن، یعنی بهترین ها هستن. از بین کسانی که زندگی میکردن کنانه بهتر بودن، از بین کنانه قریش از بقیه بهتر بودن، خوشنامتر بودن. از قریش باز بنی هاشم از بقیه همه خوشنامتر و معتبرتر بودن در بین خود قبیله قریش که در مکه مکرمه زندگی میکردن در اون لحظاتی که رسول صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدن در قرن ششم میلادی. و بعضی پوزش ما در نسل رسول صلی الله علیه و سلم شخصیتی به نام عبدالمطلب داریم. عبدالمطلب پدر بزرگ رسول صلی الله علیه و سلم است، یعنی پدر پدرشون هست، پدر عبدالله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرزند عبدالله هستند و عبدالله فرزند عبدالمطلب است. عبدالمطلب شخصیتی بود که تمام قریش و تمام مردم مکه بهش احترام بسیار خاصی داشتن. و از جمله فضایلی که برای این شخص ذکر میشه اینه که این شخص بعد از اینکه چاه زمزم رو اسماعیل علیه السلام به هر حال سبب شد تا به وجود بیاد و حکایتش مفصل هست و همه عزیزان میدانن، بعد از مرور زمان و گذر زمان جنگ هایی که بین قریش و اطرافیان قبیله های اطراف قریش، درگیری هایی که اتفاق می افتاد قبل از قریش بین قبیله جرهم که اولین ساکنین مکه مکرمه بودن، دشمنان آمدن و چاه زمزم رو پر کردن، به خاطر اینکه اینجا دیگه چاه زمزم مصدر رزق بود. آب مکه همین چاه زمزم بود و جایی که آب نباشه آبادانی نیست. و آمدن به خاطر اینکه ضربه‌ای بزنن این چاه رو پر کردن، به شکلی پر کردن که اصلا گم شده بود، دیگه پیدا نمیشد و خیلی دچار مشکل شده بودن مردم مکه برای دست یافتن به آب. و گرچه آب رو از جاهای دیگه سعی میکنن به سختی تحمل میکنن و سختی رو تحمل میکنن و به دست بیارن. و وقتی که از مکه اون زمان صحبت میکنیم در یک روستا هست، یعنی الان شاید بعضی فکر بکنن مکه الان 5 میلیون نفر بگن خب آب از کجا می آوردن. مکه اون زمان همشون شاید چند صد نفر بیشتر نمیشدن. و اما یک شبی عبدالمطلب خوابیدید که در حتیم این محل سنگ نیم دایره‌ای که کنار کعبه است به جزء کعبه بوده یک وقتی، این خوابیده و یکی در خواب بهش گفت برو فلانجا رو بکن. گفت چی از اونجا؟ اسمی گرفت. چند تا این خواب چند بار تکرار میشه و هر بار برای زمزم یک اسمی استفاده میشه. 4 بار خواب دید، هر بارم یک اسمی براش استفاده شد. بار 4م زمزم نامیده شد. گفت چی رو بکنم؟ گفت برو بکن فلانجا رو. توجه نکن. دوباره که خوابید فرداش اونجا دوباره همین خواب رو دید. بار 3م، بار 4م. در بار 4م بهش گفته شد فلانجا لانه مورچه‌ای هست، مرغ نوک میزنه اونجا، اینا نشانه هایی که بهش گفته میشد و اونجا زمزم هست. و قریش خیلی وقت بود، چند صد سال بود، بیشترش بود که این چاه رو گم کرده بود و نمیدونست کجاست. و خب امکانات امروز هم نبود که بخوان بکنن و کندن هم کار آسانی نبود. اونجا در سرزمین مکه که یک سرزمین کلا سنگلاخ هست، در کوه هست. خلاص اینکه شروع کرد با پسرش حارس، یک پسرم بیشتر نداشت عبدالمطلب اون موقعی که شروع کرد به کندن اینجا، و شروع کردن به کندن و قریش زیاد احتمامی نمیدادن، میخندیدن پیرمردی، حالا کی میتونه بعد صدها سال
زمزم رو پیدا بکنه. زمزم یک مدتی بود خشک شده و رفته. بعد از اینکه خاک مقداری رطوبت داشت، چاه، حالا کسانی که با کندن چاه آشنا هستن، چاه وقتی که به آب میرسه خود به خود این خاک دیگه کم کم نرم میشه و رطوبت داره تا جایی که خیس میشه دیگه. کم کم اون قسمت آخر دیگه آب رسیده به آب. به این حالت که رسیدن دیدن که نه، واقعا این شوخی نمیکنه، این دفعه جدی داره به آب میرسه. آمدن و گفتن که عبدالمطلب، ما هم به هر حال در این آب سهم داریم. این آب مال همه اهل مکه بوده و جد ما هم اسماعیل جد ما هم هست و ما هم از قریش هستیم و ما هم از نسل او هستیم و ما هم در این سهم داریم. عبدالمطلب گفت به خدا قسم اصلا در این سهمی برای شما وجود نداره، نمیدم این آب رو به شما. به هر حال آب یک سرمایه بسیار بزرگ هست و زحمت کشید عبدالمطلب، کسی باش کمک نکرد. گفتن نه، ما به این راحتی تو رو ترک نمی‌کنیم اینجوری و نمی‌کنیم و به خدا قسم حتی اگر حاضر باشه با تو بجنگیم میجنگیم، ما این زمزم رو به تو نمیدیم به تنهایی، مگر اینکه یک حاکم عادلی، یک قاضی عادلی بین ما و تو حکم کنه. و گفتن بین پیش کی بریم؟ عبدالمطلب گفت باشه، این قاضی حاکم عادل کیه؟ گفتم فلان راهه در منطقه شام، اسم برام. گفت باشه میریم. هرچی اون حکم کرد میریم پیشش، میگیم حکایت اینه و این اتفاق افتاده و هرچی او گفت باشه. حرکت کردن. عبدالمطلب به همراه چند نفر از سران قریش و رفتن حرکت کردن، در مسیر داشتن میرفتن به سمت شام و میدونیم که الان ما مسیر مدینه منوره به سمت شام، مکه مکرمه باید بیاد به مدینه منوره، از مدینه باید بره به سمت شام و این مسیر همه دشته و مسیر بسیار صعب العبوری هم است. در گرما در بیابان اینها راه رو مقداری گم کردن، آبهاشون داشت تمام میشد، آبی برای خوردن نداشتن، کار به جای رسید که داشتن هلاک میشدن دیگه، اصلا کلا ناامید شدن از هر گونه کمک و آب. نشستن گفتن چیکار کنیم؟ گفت چه دیگه چاره نیست دیگه، مثل اینکه در همین بیابان برهود ما مرگ ما فرا میرسه. نشستن گفتن که یک کاری میکنیم، الان که قراره بمیریم حداقل هر کسی قبر خودش رو با دست خودش تا جایی که انرژی داره الان هنوز میتونیم بکنیم، بعد هر کسی میشینه مال قبرش، هر وقت که مرد دور و بری‌ها رو دفن میکنن. حداقل اینطور بهتر از اینه که ما خوراک مرغ‌ها بشیم و حیوانات بشیم. دفن میشیم، نفر آخری که میمونه از ما که بقیه رو دفن کرده و اون خودش هنوز مانده، اون دیگه قبری نداره. اون حالا اگر یک نفری اینطوری از بین رفت مشکل نیست، بهتر از اینه که همه اینطور از بین بریم. گفتن نظر خوبیه. قبراشونو کندن و حکایت جالب نیست، یعنی تا کجا پیش میره. ببینید این پدر بزرگ رسول الله است، یعنی تا مرگ پیش رفته و حاضر برای مردن. نشستن و همینجوری منتظرن دیگه، نشستن منتظرن تا که مرگ بیاد سراغشون. آخر عبدالمطلب خسته شد، گفت یعنی این چه کاری ما داریم میکنیم؟ چند نفر آدم عاقل نشستیم، قبر کندیم، منتظر هستیم تا مرگ برسیم. بلند شیم بریم حداقل ان شاء الله الله تعالی یک فرجی میاره و یک آبی، یک چیزی پیدا بکنیم، بالاخره با تلاش بکنیم حداقل یک حرکتی میکنیم، اگر مردیم مقدر بود میمیریم. گفتن راست میگی. قبل از این که حرکت بکنن، همین که میخواستن حرکت بکنن، شطوری که عبدالمطلب داشت، همین که شطور رو حرکت دادن، شطورش رو که بلند کرد عبدالمطلب، دیدن که از زیر شکم شطور عبدالمطلب یک چشمه آبی شروع کرده به جوشیدن و این همون اتفاقی که برای اسماعیل علیه السلام افتاده بود اینجا هم اتفاق افتاد برای فرزند اسماعیل. عبدالمطلب هم از فرزندان اسماعیل است و بسیار خوشحال شدن. اینا دیگه قطع امید کردن، قبراشون هم کنده بودن، همه چی آماده بود، نقشه حتی دفنشون هم کشیده بودن و شروع کردن از این آب خوردن، مشکاشون رو پر از آب کردن، خوشحالی کردن، سر روی شستن. بعد گفتن که عبدالمطلب حکایت تموم شد دیگه، نه نیازی به قضاوت قاضی هست، نه نیازی به حکم کسی. الله تعالی خودش برای ما و تو بین ما و تو فیصله کرد. کسی که اینجا در این بیابان این گونه به تو آب داد که ما رو هم نجات داد، زمزم رو هم همون به تو داده و ما دیگه درباره زمزم با تو بحثی نداریم. برگشتن. اینطوری بود که زمزم احیا شد. این اتفاق یک چند سالی قبل از تولد رسول صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده که که نکات مهم و قابل تأملی است که در باره شخصیت رسول صلی الله علیه و سلم حتی قبل از تولد اینا همه بشارت‌ها و اشاره‌هایی است که یعنی این انسان، این خاندان، آن عبدالمطلب یک شخصیتی به حال این کرامت است. بدون شک این کرامت نشان از یک فضل و بزرگی داره. خود همین احیا شدن دوباره زمزمی که قرن‌هاست از بین رفته
خودش یک کرامت و یک فضیلت است. ما میدونیم که زمزم را الله متعال یک هدیه داد به اسماعیل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این یادگار اسماعیل است و بال جبرائیل خورده به این زمین تا این آب جوشیده و از زمزم و لما شرب له. زمزم برای هر نیتی که نوشیده باشه به همون نیت کفاف میده و بسیار آبی است که مبارک است و بهترین آب روی زمین است، شک درش نیست. و بعد در قبل از تولد رسول صلی الله علیه و سلم نکته دیگه که مهم هست ما باید مد نظرمون باشه اینه که در سال تولد رسول صلی الله علیه و سلم یک اتفاق بسیار بزرگ هم باز افتاد. این بار باز هم در نزدیکی های خانه رسول صلی الله علیه و سلم که هنوز به دنیا نیامده، خانه پدر بزرگش عبدالمطلب. و میدونیم که عبدالمطلب این شخص خودش پردهدار کعبه هم بود، یعنی کعبه درست. خود مسئولیت کعبه و پردهداری و میهمان نوازی و همه آب دادن و کسانی که میومدن برای زیارت کعبه، خب کعبه اون موقع وجود داشت. گرچه در کعبه بت پرستی بود، گرچه در کعبه توحید ابراهیمی منحرف شده بود، اما به عهده خاندان رسول صلی الله علیه و سلم با اجدادش بود. درست. در کعبه اتفاقی افتاد که یک شخصی در یمن مسیحی بود. ما الان از داستانی صحبت میکنیم که سال تولد رسول صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده و اون سال به این نام معروفه. سالی که رسول الله به دنیا آمد، یعنی 40 سال قبل از بعثت و 53 سال قبل از تاریخ هجری. 53 سال قبل از تاریخ هجری سال تولد رسول است. این سال بین عرب اسم عام الفیل معروف است. سال فیل. سال فیل، بله. و چرا بهش میگن سال فیل؟ حکایتش در سوره فیل ذکر شده. الم تری کیف فعل ربک باصحاب فیل. اصحاب فیل یا همون یاران فیل در سوره فیل در قرآن کریم هم ذکر شده و یک ابرهه نامی بود، یک مسیحی در یمن که این رونق مکه و تجارت هایی که به مکه میشد رو نداشت، چشم دیدنش رو نداشت. ما میدونیم که خب به هر حال مکه، وجود کعبه در مکه مکرمه و یک عبادتگاه بود و در طول تاریخ خیلی ها به زیارت میرفتن. قبل از این که اصلا موضوع حج از زمان ابراهیم علیه السلام وجود داشت و حج مال رسول الله نیست. این حج از زمان ابراهیم علیه السلام بود و در طول تاریخ اتفاق می افتاد. حتی قبل از رسول الله مشرکین حج میکردن، قبل از تولد ایشون حتی. اما خب تحریف کرده بودن حج رو، یک چیزهایی بهش اضافه کرده بودن، شرکیات آورده بودن، حتی در خود تعبیرات، در تعبیر شعار اصلی حج که لبیک اللهم لبیک است، در این هم دستکاری کرده بودن. المهم این که این شخص یک مسیحی بود، چشم دیدن رونق کعبه و تجارتی که میشد مکه و مکه‌ای که نه آبی داشت آنچنانی، یک زمزم بود که اونم چه گفتیم چندین سال بود که گم بود و نه کشاورزی داشت و نه آنچنان دیگه ثروتی داشتن مردمش، اما رونق داشت بسیار از تجارت، از همین وجود کعبه. خواست که این رو منتقل بکنه به یمن. یعنی این رونق رو میخواست که مردم رو متحول بکنه از اینجا، این زیارت ها، این تجارت ها همه برن به سمت یمن. یک کعبه به قول خودش درست کرد، عبادتگاهی به اسم قلیس. بعد آمد و مردم رو دعوت کرد به حج اون قلیس در مقابل کعبه. خیلی هم با زینت و با شکوه و خیلی جای با صفا و میهمان نوازی های آنچنانی و حالا به اسم تعبیرهای امروزیمون یک اصلا قلیس VIP درست کرده بود دیگه. خیلی همچین میهمان‌های ویژه داشت و رسیدگی می‌کرد، هیچ کسی تحویل نمیگیره، یعنی نمیان مردم. بعد تا جایی که حتی یکی از بچه‌هایی که در مکه بود یک روزی به هر حال از بادیه نشینای مکه زورش اومد و رفت اونجا، گفت خب حالا تو در مقابل کعبه ما می‌خوای یک چیز دیگه درست بکنی، کعبه دیگه. رفت اونجا و حالا تشبیه داخل اون قلیس به هر حال اونجا رفت و قضای حاجت کرد و این خشم این ابرهه رو برانگیخت. حالا یکی از اسبابش این بود و دلایل مختلف دیگری و تصمیم گرفت که کعبه رو از بین ببره. الان موضوع کعبه ارتباطش با رسول الله و قرآن بسیار مستحکم هست. کعبه اولین بنایی است که برای عبادت انسان‌ها روی زمین به دست ابراهیم علیه السلام بنا شده است و کعبه قبله مسلمین است. همونطور که مسجد الاقصی قبله مسلمین بود و مسجد الاقصی دومین مسجدی است که به دست ابراهیم علیه السلام بنا شد. و همه اینها حالا قرآن در کنار این کعبه داره نازل میشه. اینو مهمه.
درک اینها و فهم اینها برای حقانیت قرآن، چون اینها تاریخ داره و تاریخ ادیان آسمانی هیچ کدوم نمیتونن انکار بکنن. حتی مسیحیان و یهودیان این حقایق رو نمیتونن انکار بکنن. اینها واقعیت‌های تاریخی موجود. آمد و حرکت کرده الان با لشکر خودش که یک فیل بزرگی در قافله این لشکر بود، در جلوی این لشکر که به لشکر اصحاب فیل معروف شده به این خاطر. درست. آمد و ابرهه سوار بود. خلاصه همون حالا تفاصیل شما در برنامه همگام با نبی رحمت در همون وادی محصر که اتفاق افتاد اینجا عزیزان حتما دیدن و اگر ندیدن هم میتونن به یوتیوب مراجعه بکنن و ببینن. خلاصه این که حرکت کرد آمد تا رسید به نزدیکی مکه. عبدالمطلب مردم پریشان الان، خب حریفی نمیشن، واقعا حریفش نمیشدن. این اومده بود تا صاف بکنه و بره. رفت عبدالمطلب و پیشش نشست و به هر حال گفتن این بزرگ قریش و پردهدار کعبه است و اکرامش کرد و احترام کرد و یک جای خیمه زده بود، خودش میز خاص و تختی داشت، کنار تخت خودش نشوند و گفت خب انتظار داشت که شاید الان عبدالمطلب اومده و التماس میکنه تو رو به خدا این کارو نکنه، به هر حال ما ضعیفیم، ما باج میدیم و قبول بکنه، یک جوری تفاهم بکنن که از این بعد یک سال مثلا ما حج میکنیم، یک سال پیش شما بیان. آمد با آرامش نشست عبدالمطلب و گفت که ابراهیم این لشکر تو که نزدیک مکه شدن در فلان وادی 200 شتر داشتم، من 200 شتر داشتم و این لشکر تو حمله کردن و این شترهای منو گرفتن، اونها مال من هست، اونها را آزاد بکن. ابراهیم در حیرت موند. الان آمده که تا کعبه که اصلا کلا رمز رونق مکه است از بین ببره، این از شتر داره صحبت میکنه. گفت من آمدم کعبه رو از بین ببرم، تو از شترهای خودت صحبت میکنی. یعنی کعبه به اندازه شترهای تو هم ارزش نداره که بیای درباره کعبه صحبت بکنی و میفهمی که هدف من کعبه است و خراب میکنم. گفت انا رب الابل، یک جمله بسیار تاریخی که در تاریخ این جمله ثبت شد. این جمله‌ای که عبدالمطلب گفت، پدر بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این جمله در طول تاریخ این قاعده موجوده. انا رب الابل، من رب به معنای صاحب و مالکم میاد، من مالک شترام. وللبیت رب الله اکبر سیحمیه، گفت آن خانه هم از خودش مالکی داره، مالک او رو حفظ میکنه، من مالک شترم، شترام حفظ میکنم، اون مالک کعبه است و او کعبه خودش حفظ میکنه. کعبه مال من نیست، کعبه مال الله تعالی است. الان تو رفتی که میری که خانه الله تعالی رو خراب بکنی، الله میدونه و تو، من با تو کاری ندارم. این الان هم این قاعده هست. هر کسی که به فکر تخریب کعبه است، کعبه از خودش ربی داره. کعبه نه مال فلان حاکمه، نه مال فلان گروهه، نه مال فلان حزب سیاسیه، نه مال فلان خاندانه، مال هیچ کدوم از اینا نیست. کعبه مال الله تعالی است و در طول تاریخ و تا قیامت هم این هست. کسی که الله تعالی میفرماید و من یورد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم، کسی در حرم مکی، در مسجد الحرام و محدوده حرم مکی مکرمه اراده گناه بکنه، و من یورد فیه بالحاد بظلم، از روی تجاوز و تعدی اراده گناه بکنه، نذقه من عذاب الیم، من الله با عظمت او را از عذاب بسیار دردناک میچشانم. در حالی که اراده گناه در غیر از حرم گناه نیست. اراده گناه در حالت عادی گناه نیست، بلکه اگر اراده بکنه انسان به گناه و گناه نکنه ثواب نوشته میشه برای او به خاطر ترک گناه. اما اراده گناه در مسجد الحرام و محدوده حرم مکه گناه است. چرا؟ اینجا حرم الله تعالی است، محدوده حرم امن الهی است. اینجا الان ما درباره سوالی صحبت میکنیم که اصلا پیامبری وجود نداره، اصلا رسول الله وجود نداره. الان حرمت کعبه قبل از رسول الله است، حرمت مکه قبل از رسول الله است، بلکه یکی از صفاتی که رسول الله با اون مزین میشه اینه که در کنار کعبه به دنیا آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو الان الله متعال میفرسته تا کعبه رو نجات بده از لوث شرک. خلاصه این که این جمله تاریخیه. عبدالمطلب انا رب الابل وللبیت رب یحمیه یا سیحمیه. الان ابرهه در تعجب بود. ابرهه میگه که از چشم من افتادی اصلا، به خیال خودش حالا چی میفهمه که این معانی یعنی چی. شترا رو گفت باشه شترا بهت پس میدم، اما من میام همه شما رو از بین میبرم. گفت بیا. قبل از اینکه وارد مکه بشن عبدالمطلب گفت به مردم برید توی گردنه ها و وادی های اطراف مکه تا دست لشکر اینها در امان باشید، یک دفعه به شما تعرض چیزی نشه. همه خب الان نگرانن، برخی ها حالا اون باور و به هر حال اعتقادی که عبدالمطلب داره به کعبه ندارن.
بعد نزدیک شدن فیل داره نزدیک میشه به محدوده حرم. شما فکر کنید الان اون جایی که اتفاق افتاده و از بین رفتن این لشکر در بین مزدلفه و مناست، موادی مثل محصر بله. که نرسیده به مناست و میدونیم که پایان منا میشه اول محدوده حرم. بله. خود منا و عرفات و مزدلفه تو محدوده حرم نیستن. درست. یعنی اینها چند کیلومتر مونده، یعنی 4-5 کیلومتر مونده که وارد محدوده حرم بشن. بله. در این وادی فیل رو حالا هر کاری میکنن فیل نمیره. فیل ایستاد. فیل تکون نمیخوره. فیل رو به این ور میکنن میره، رو به این طرف میکنن میره، پشت سر میره، میدوه، به سمت حرم نمیره. با تبر چکش هرچی میزنن روی سرش حرکت نمیکنه. رسول الله درباره این بعدها یک حرف زیبا زد. در صلح حدیبیه شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم شتری داشت اسمش بود قصوا. در صلح حدیبیه هرچی شتر رو بلند میکنه نمیرفت، هرچی حرکت میکرد نمیرفت. گفتن یا رسول الله سمت مکه نمیرفت، همونجا نشسته بود. گفتن یا رسول الله قصوا مثل که امروز حالش خوش نیست، حرکت نمیکنه. گفت نه، قصوای من از این عادت‌ها نداشته. و ما هی لها بخلق، این اخلاقش نیست. حبسها حابس الفیل. قصوار امروز این شتر رو همون کسی که فیل ابرهه رو نگه داشته بود نگه داشته. نباید ما از اینجا جلوتر بریم، باید اینجا بمونیم. نباید ما جلوتر بریم، اینجا باید بمونیم. و همین اتفاق افتاد و فیل رو به هر حال الله متعال درک و شعور یک حیوان، فیل یک حیوان بوده. از خیلی از انسان‌ها بیشتره. انسان‌هایی که الان برای اونها کعبه حرمت نداره و نمیفهمن. خلاص این که فیل نمیرفت. همین که می‌خواستن حرکت بکنن الله متعال پرندگان کوچولویی فرستاد. ابابیل. در قرآن کریم از اونها به اسم ابابیل نامیده شده. ابابیل پرنده‌ای است به اندازه این پرستوهای ما. پرستو حالا در تعبیر فارسی ایرانی پرستو میشه، حالا نمیدونم در افغانستان تاجیکستان چه تعبیری داره بهش میگن. مرغ‌های کوچکی هست، شاید این اندازه بیشتر نشه، یعنی درست. کف دست جا میشه. مرغ‌های ابابیل این مرغ، یعنی مرغ کرکس و عقاب و آنچنانی نه فرستاد الله تعالی. مرغی فرستاد اندازه گنجش، خلاصه گنجش کم میفهمن چی است. مرغ‌های بسیار کوچکی اندازه کف دست بیشتر نیست. این مرغ‌ها رو فرستاد. این مرغ‌ها این جنگنده‌های پیشرفته را الله تعالی فرستاد. به منقارشون یک دانه دارن که الله تعالی اونها رو فرستاد. حجارت من سجیل اسم گذاشت الله تعالی. یک دانه به اندازه عدس، یه خیلی بزرگی به اندازه نخود، یعنی خیلی کوچیک. حالا این مرغ چقدر هست که در داخل دهان این منقار این چقدر جا میشه؟ میگن یک دانه در منقار داره و 2 تا دانه در چنگال‌ها گرفته. 3 تا موشک، الان بگیم اتم، مثل اتم خطرناکتر از اتم، چون الله تعالی اینها رو هر کدوم برای هر کدوم از این دانه ها مثل یکی شخص مشخصی از این لشکر روش نوشته شده. اصلا جی پی اس مشخص دقیق میزنه وسط هدف، از قبل تعیین شده. این دیگه جی پی اس بشر هم نیست که خطا بکنه، مال الله تعالی دقیق میخوره اونجایی که باید بخوره. اینها آمدن، مرغ حرکت کردن، آمدن در آسمان پر کردن لشکری که چند هزار نفرن. این دانه های عدس از آسمان که میریخت بر فرق سر هر کسی که میخورد میپاشید از هم. فجعلهم كعصف مأکول. الله تعالی میفهمد بعد از اینکه این دانه کوچولو عدس که به این کله این که میخورد، این مثل یک لقمه عصف مأکول. به چی میگن؟ علفی که حیوان میخوره، نشخوار میکنه. سیرابی شکم حیوان، این شکمبه حیوان وقتی که باز میکنیم داخلش چی میبینیم؟ عصف مأکول همونه. عصف مأکول یعنی اون گیاه خورده شده، جویده شده. مأکول یعنی خورده شده. الله تعالی میفهمن این انسان ها مثل این که اینا رو کسی خورده باشه، جویده باشه، توف کرده باشه، اینطوری شده بودن. یک دانه بمب الله تعالی است دیگه، موشک‌های خدایی دیگه از آسمان اومد. همه اینها یکی از بین رفتن. تمام این لشکر رو از بین برد الله تعالی. با چی؟ با چند تا پرنده‌ای که فرستاده. ولله جنود السماوات والارض. تمام مخلوقات الله تعالی لشکر الله تعالی هستند. هر مخلوق الله تعالی یکی از سربازهای الله تعالی است. تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن. تمام آسمان و زمین و هر آنچه که در آسمان و زمین است به تسبیح الله تعالی مشغول است. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. و هیچ چیزی نیست مگر به تسبیح الله تعالی مشغول، اما شما نمیدانید. خلاصه این که کعبه حدوداً، حالا بعضی از سیرنگاران گفتن 40 روز
قبل از وفات تولد رسول ولادت رسول الله صلی الله علیه و این اتفاق افتاد و خود این منزلت کعبه و منزلت قریش این خانواده حالا اون از یک طرف زمزم رو گفتیم چه اتفاقی افتاد، از یک طرف دیگه این در بین عرب یک مثل بمبی صدا کرد و خبر روز شد. مکه سر زبان ها افتاد که لشکر ابره اینطوری از بین رفت و این یک معجزه بود دیگه. هیچ کسی نمیتونست که این را توجیه دیگری بکنه جز قداست این مکان، جز حرمت این خانه و جز احترام این خاندان عبدالمطلب. و مشخص بود اینا همه نشانه هایی بود برای اینکه در این خاندان به هر حال بشارت ها از قبل هم داده شده بود که یک انسانی عظیمی به دنیا خواهد آمد و اینها بشارت هایی بود تا مردم آماده پذیرش اون خبر عظیمتر بشن که قرار بود در این خاندان اتفاق بیفته که ولادت رسول صلی الله علیه و سلم بود که در همین سال یعنی سال عام الفیل اتفاق افتاد، 40 سال قبل از بعثت و 53 سال قبل از هجرت رسول صلی الله علیه و سلم. تشکر، سلامت باشید. وللبیت رب یحمیه. بنده عزیز وقفه کوتاهی میگیریم و برمیگردیم، با هم باشید. بالمصطفى فلتنعم بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم بالمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه هو رحمة للعالمين وأجل كل المرسلين الصادق الوعد الأمين صلوا عليه صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه يهفو لنا يا سعدنا يشتاق لقياه بنا أواه فاض حنيننا صلوا عليه رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد أحلى الورى صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه بمحمد قلبي أضاء يا رب فامنن باللقاء من حوضه أرجو ارتواء بين يديه صلوا عليه خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد صلوا عليه بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا صلوا على
رسول الله خير العباد صلوا على رسول الله خير العباد با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با برنامه زلال ایمان با موضوع پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از نزول قرآن خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از میان برنامه استاد سلیمانی عزیز در مورد نسب شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کردند که ایشان از اولادهای حضرت ابراهیم خصوصا از نسل حضرت اسماعیل هستند. ادعای حضرت ابراهیم بود که برای آمدن یک پیامبری از اولادهایشان در اهل مکه دعا کرده بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که من نتیجه دعاهای پدرم ابراهیم و بشارت برادرم عیسی علیه السلام هستم. و سپس در اجداد پیامبر صلی الله علیه و سلم، کسانی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته تا عدنان و سپس تا ابراهیم، کسانی که آمدن هر کدام آنها در زمانه خود در میان اقوامشان، در میان خاندانهایی که زندگی میکردن، اشخاص محترم بودن، صاحب احترام بودن، صاحب رأی بودن، مردم به حرفهایشان گوش میکردن که آخرین جدشان عبدالمطلب بود که عبدالمطلب هم در میان قریش از سرانی بود که قریش به حرفهای او گوش میدادند. البته آب زمزم را گفتند که قبلا بسته شده بود و تعطیل شده بود، از بین رفته بود. با خوابهای از عبدالمطلب خوابهای پیاپی دید چند شب که کسی برش میگفت که فلان جای را رفته حفر بکن. بالاخره اون جا را حفر کرد و زمزم دوباره بیرون شد. یکی از کراماتی بود که بالای خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جاری شد. و کرامات دیگری آمدن ابرهه برای از بین بردن مکه معظمه که آن را هم الله متعال این دسیسه او را، این تلاش شوم او را خنثی کرد و با تمام لشکریانش توسط پرنده های به نام ابابیل با موشک هایی که میانداختن از نخود، البته مثل نخود بودن، به اندازه نخود، قسمی که استاد اشاره کردن آیت قرآنی با آن اشاره میکند، از بین رفتن. این البته یک مقدمه چینی بود برای آمدن یک شخصیت عظیم و نزول یک کتاب عظیمی که قرآن کریم است. ما در موردش صحبت میکنیم. استاد سلیمانی عزیز، شما گفتین که بعد از این حادثه تقریبا 40 روز بعد یا کمتر و بیشتر، یعنی خلاصه در همان سال که سال فیل شهرت یافت تا امروز ما آن سال را به نام سال فیل میشناسیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدن. در همون سال حالا مدتی گذشت و عبدالله پدر بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم قبل از جریان قضیه ابرهه ازدواج کرده بود با آمنه بنت وهب، دختر وهب که مادر بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم هستند. و ایشون هم، آمنه هم، از خاندان بسیار با عظمت و محترم و از خاندان بزرگی از خانواده های قریش بود. درست. و به هر حال ازدواج بین عبدالله و آمنه اتفاق افتاد. به هر حال این دو جوان با هم ازدواج کردند و عبدالله پدر بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم هستند که ایشون بعد از ازدواج، ایشون کوچکترین فرزند عبدالمطلب بود، آخرین فرزندشون 10 تا پسر داشت، ایشون آخریش عبدالله بود و به هر حال از بین همه محبوب تر هم بود نزد پدر، به مانند یوسف علیه السلام که آخرین بود، از همه محبوب تر بود. و ایشون بعد از ازدواج در سفری که به سمت، در سفر تجاری که داشت و به مدینه منوره که رسیده بود، در راه مدینه منوره اینجا کنار
به هر حال خانواده‌ای که اینجا زندگی می‌کردن از به هر حال آب و اجداد مکه و اینجا زن گرفته بود. عبدالمطلب از مدینه یک زنی گرفته بود و پدر عبدالمطلب از هاشم از مدینه زن گرفته بود. یک نسبت خانوادگی داشتن. عبدالله آمده بود برای دیدن اونها و میشه گفت که دایی‌های عبدالله اینجا زندگی می‌کردن. در مسیر برگشت دچار مریضی شد و نتونست که حرکت بکنه و فوت کرد و همینجا در کنار خاندان به هر حال خانواده‌هایی که داشت از مدینه منوره اونجا در یثرب آن زمانه که اسمش یثرب بود دفن شد. درست. عبدالله قبل از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم پدر بزرگوارشون فوت کرد. درست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حمل در شکم مادر بودن که عبدالله فوت کرد. پدرشون وفات کرد. یعنی هرگز پدر رو ندیدن. درست. و این خب به هر حال الله تعالی قصدش نیتش این بود که این گونه پیامبرش به دنیا بیاد تا برای هیچ فرزندی که پدر نداره دیگه بهانه‌ای باقی نمونه که من پدر نداشتم و پدر اگه می داشتم موفق می بودم، من یتیمم. رسول الله یتیم بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز دوشنبه در ربیع الاول دوشنبه ربیع الاول روی اینا اتفاق نظر هست که روز دوشنبه و ربیع الاولش در سال عام الفیل رو این سه مورد اتفاق نظر است که تولدشون صورت گرفته بعد از سوره یافته. و اما درباره روزش که چه روزی بوده از ماه ربیع الاول اختلافی بین به هر حال اهل سیرت و اهل حدیث هست که بعضی ها قول مشهورتر 12 هست و قول 9 هم بعضی ها گفتن، 7 هم بعضی ها گفتن و این روایت ها به هر حال روش قیل و قال هست. بعضی ها 9 رو ترجیح میدن، بعضی ها 12 رو ترجیح میدن. به هر حال روی تولد ایشون که در چه روزی بوده اتفاقا اثر نیست. روز اینکه دوشنبه بوده چون خود حضرت فرمودن که من روز دوشنبه به دنیا آمدم. درست. روز دوشنبه هم تولد ایشون بوده هم وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دوشنبه بوده. درست. روی اینکه وفات رسول الله هم در 12 ربیع الاول بود اتفاق نظر هست چون ایشون وقتی که وفات کردن خب پیامبر امت بود و همه یادشون به چه روزی بود. اما اینکه آیا همون 12 ربیع الاول که وفات ایشون بوده روز تولد ایشون هم هست روی این اتفاق نظر نیست. چون که اون موقعی که این جوان این فرزند به دنیا آمد این کسی نمیدونست که این به هر حال حتی مادرش هم یک بشارت‌هایی به او آمده بود اما دقیق نمیدانست که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد و به همین خاطر اختلاف این خاطر وجود داره که روز 12 است. اما روز وفات 100% شک نیست که روز وفات 12 ربیع هست. درست. و اگر کسی مثلا جشن میخواد روز ربیع الاول 12 ربیع الاول بگیره پس بعد پاسخ بده که روز وفات رو شده جشن میگیره یا تولد رو، در حالی که روی وفات اتفاق نظر است روی تولد اتفاق نظر نیست. درست. به هر حال روز تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو آمنه خودش تعریف میکنه که من مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا در دوران حمل هیچ متوجه هیچ گونه مشکلی در حمل نشدم. خب طبیعتا دوران حمل برای خودش مشکلات خاص خودش رو داره، برای خانم ها و برای سختی های خودش رو داره. آمنه میفرماید که من اصلا متوجه نشدم، یعنی از این فرزند نازنینم هیچ احساس نمیکردم. خواب ها و بشارت هایی میدید آمنه که من این خواب ها گفته میشد که این فرزند تو به دنیا میاد و اتفاقات بزرگی میفته و این فرزند مبارکی خواهد بود. این همه بشارت هایی بود و یک خوابی دید که بر فرزندی نوری از او خارج میشه. در خواب دید که نوری از آمنه خارج میشه که از ضوء این نور و در پرتو این نور قصرهای شام رو داره میبینه و قصرهای شام روشن میشه در اون منطقه. و این خواب بسیار براش عجیب بود که این فرزند میفهمید که این فرزند یک فرزند عادی نخواهد بود. به هر حال روز تولد رسول صلی الله علیه و سلم ایشون به دنیا آمد پاک و پاکیزه و به هر حال رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره تولدشون و اتفاقاتی که افتاده روایت‌های زیاد است که برای ما به خاطر اینکه خیلی‌هاشون روایت صحیحی نیستن زیاد به اون اشاره نمی‌کنم، مد نظر ما نیست. مهم اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم که به دنیا آمدن یک رسمی در بین عرب بود. وقتی به دنیا آمدن در خانه ابوطالب عمویشون به دنیا آمدن. درست. خانه ابوطالب عموی ایشون الان فعلا هم هنوز اون مکان حفظ شده و وجود داره در مکه مکرمه. عزیزانی که میرن مکه مکرمه من پشت بین مسعی و صفا و مروه، سالن صفا و مروه اون طرفتر یک کتابخانه‌ای هست الان به اسم مکتبه مکه المکرمه معروف است. اونجا زادگاه رسول صلی الله علیه و سلم است که خانه ابوطالب بوده. درست. و رسول الله چون عبدالله فوت کرده بود آمنه دیگه وقتی که به هر حال شب وضع حمل بود به خانه ابوطالب رفته بود و اونجا ابوطالب عموی رسول صلی الله علیه و سلم خب به هر حال برادر شوهر آمنه هم بود. کنیزش رو فرستاده بود سویبه که اونجا باشه و به هر حال در داخل خانه بودن، خودش بیرون در کنار کعبه بود که خبر بشارت بهش رسید و ابولهب کنیز ابولهب هم اونجا بود، ابوطالب خودش اونجا بود و
یک شخص دیگری هم در کنار تولد رسول صلی الله علیه و سلم در کنار آمنه بود که ام ایمن نام داره، زنی که معروف است در سیرت، نامش همیشه ذکر میشه. ام ایمن کنیزی بود که کنیز عبدالله بود و اون بعد از وفات عبدالله در کنار آمنه همچنان ماند و تولد رسول صلی الله علیه و سلم یکی از کسانی بود که تا آخر حیات رسول الله هیچ وقت رسول الله رو ول نکرد. ام ایمن معروف است. بعدها که رسول الله بزرگتر شدن ایشون رو آزاد کردن و بعد ام ایمن با زید بن حارثه پسرخوانده رسول صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد که مادر اسامه ابن زید است. ام ایمن بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدن، حالا نامگذاری ها و بشارت ها به جای خود، ابو لهب سویبه بهش خبر داد، عموی رسول الله بود و اون موقع مشکلی نداشت با رسول الله. ابو لهب از خوشحالی ابو لهبی که بعداً دربارش سوره نازل میشه و عموی رسول الله است و به دشمنی با حق میپردازه، بزرگترین دشمن پیامبر میشه از خاندانش. این ابو لهب از خوشحالی تولد محمد علیه السلام سویبه که بهش بشارت تولد فرزند عبدالله رو داده بود آزاد میکنه. سویبه رو آزاد کرد ابو لهب. اینا همه نشان از این داره که دشمنی با رسول الله دشمنی با حق بوده است، نه با شخص رسول الله. در خود رسول الله هیچ نقطه ضعفی کسی نیافت در طول تاریخ. فانهم لا یکذبونک ولكن الظالمین بآیات الله یجحدون قد نعلم انك یضیق صدرک بما یقولون. الله تعالی فرمودن میدونم که دل تو به خاطر حرفایی که اینا میزنم ناراحت میشه، تنگ میشه. فانهم لا یکذبونک، اینا توی محمد تکذیب نمیکنن، به تو کاملا اعتماد دارن، از چشمشون بیشتر به تو اعتماد دارن. اما اینها ظالمایی هستن که آیات الله رو قبول نمیکنن. مشکل اینها با رسول الله نبود. الان هم همه کسانی که به بهانه طعن در رسول الله میخوان در کتاب الله تعالی طعن بزنن که رسول الله اینطور بوده، اینا هدفشون رسول الله نیست. خوب میدانن که محمد کیست. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. کسانی که اهل کتاب بودن خوب میشناسن محمد رو، همونجوری که پسرانشون رو خوب میشناسن، بچه خودشون رو خوب میشناسن و یقین هم داشتن که پیامبره. اما مشکلشون چی بود؟ اونها آیات الله تعالی رو کتمان میکنن و مشکلشون با قرآن کریم و دین الله تعالی است. رسول الله طفلی است، در مکه مکرمه زندگی میکنه. عادت مردم مکه برای این بود که می اومدن طفلهای خودشون رو میسپاردن به قبیله های اطراف. به چند دلیل. چون زبان عربی اونها فصیح‌تر بود، فصیح‌تر صحبت میکردن. یکی. دوم میخواستن در منطقه‌ای که آبادتر، سرسبزتر، در طبیعت آزادتری باشه زندگی بکنن. به هر حال اون موقع مکه یک شهر حساب میشد، گرچه الان برای ما یک روستا حساب میشه، اما اون موقع به نسبت جای دیگه یک شهر حساب میشه. این جمله قبیله‌هایی که زیاد می اومدن از طائف زیاد می اومدن و مکه چون فاصله طائف تا مکه بیشتر 100 کیلومتری الان فعلا با جاده فعلی 100 و چند کیلومتر بیشتر نیست، 80 کیلومتر حتی میرسه بعضی مسیرها. می اومدن به مکه و در مقابل یک پولی، اجرتی، یک مالی میگرفتن، بچه رو برمی داشتن میبردن و 2 سال اونجا شیر میدادن و بچه بزرگ میشد، دوباره می آوردن. هم مردم مکه راضی بودن، بچه به هر حال آزادتر بود، اونجور راحت‌تر بود، مکه خیلی گرم بود، اونجا آب و هوا بهتر بود. همین که اونها یک چیزی پیدا میکردن، یک درآمدی داشتن. من جمله از کسانی که در اون سال بعد از تولد رسول صلی الله علیه و سلم مدتی گذشته و الان از طائف یک گروهی آمدن از منطقه‌ای به نام بنی سعد. در طائف قبیله‌ای به نام بنی سعد یک جای زندگی میکنن، یک روستایی که هنوزم یک روستایی که بسیار زیبا و قشنگ است که ما در برنامه نبی رحمت برای عزیزان به تصویر کشیدیم و رفتیم اونجا، از اونجا این موضوع رو داستان رو به شرح و تفصیل صحبت کردیم. خانمی به نام حلیمه با شوهرش به نام حارس آمدن و اینها حرکت کردن و آمدن به سمت مکه مکرمه تا ببینن که یک فرزندی برای خودشون، یک طفلکی بردارن برن. خود حلیمه رضی الله عنها میفرماید که من و حارس رفتیم، از زبان خود حلیمه میشنویم که میگه رفتیم و هدف ما این بود، به هر حال یک سال خشک سالی بود، من سوار بر یک الاغی بودم و همسر من سوار بر یک شتر پیری. شتر پیر از گرسنگی و از خشکی اون سال شیر نداشت. الاغ من هم در مسیری که داشته میرفتیم یک جای دیگه که اومد و زد و پاش لنگ شد، میلنگید و بچه‌ای هم داشتم، طفلی خود من، طفل شیرخواری که شبها از گرسنگی از بس نمیتونست بخوابه که ما رو هیچ شبی به خواب نمیگذاشت. این وصف حال حلیمه است در حال آمدن به مکه. با این وضعیت داره میاد با گروه دیگری که همراهشون هست. میگم ما به خاطر اینکه شتر مریض بود، خر ما لنگ بود، دیر رسیدیم به مکه. بقیه از ما پیشی گرفتن. هر کی که می اومد وارد مکه میشد بوده میرفتن سراغ این اشراف و بزرگان قوم و هر کی به هر حال بچه ماهیدارا به قول ما
بچه پولدارا رو میگرفتن تا یک پولی بیشتری گیرشون میاد. میگه ما دیر رسیدیم. وقتی رسیدیم که همه به هر حال گرفته بودن بچهای آقازاده ها و شاهزاده ها رو. ما رفتیم هرچی گشتیم کسی نیست. گفتن یکی هست، یتیمی هست، یک یتیمی هست کسی نیست اونو ببر. و اومدن به پیش خانه آمنه. گفتن این بچه پدر نداره و مادرش هم وضعیت مالی خوبی نداره. پیش عموش هست، عموش هم زیاد وضعیت مالی خوبی نداره. و میگه که من نپذیرفتم و رفتم. ببینیم که چه حکایتی است. یک طفل یتیمی که حتی اینها حاضر نیستن قبولش بکنن و حلیمه میفرماید، خودش میفرماید من قبولش نکردم. گفتم این پدر نداره، مادرش هم ثروتی نداره، عمویش هم فقیر هست. خب کی میخواد به درد ما بخوره؟ اون هدفشون که تنها خدمت نبود، میخواستن به هر حال یک امرار معاشی هم کرده باشه. میگه رفتم و گشتم به این امید که شاید ثروتمندتری پیدا بکنم. و چه میدانست حلیمه رضی الله عنها که ثروت اینجاست و اصل جواهر و ثروت‌هایی که دنبالش میگشت همینجا در دامان این طفل است. اما الله تعالی نصیب کرده بود برای حلیمه که جای دیگه پیدا نکنه. حلیمه باید برمیگشتم اینجا، باید میآمد دوباره پیش همین طفل. حلیمه میفهمد که گشتم پیدا نکردم، هیچ نشد. آخر گفتم حداقل پیش دوربر همراهیام خجالت زده نشم بگن آقا این چیزی که دست خالی برگشت. حالا شطور ما که مسخره میشد، خر ما که مسخره میشد، لنگ بود، حالا دست خالی هم برگردیم که نمیشه. آخر رفتم قبولش کردم این طفل رو، فقط به این خاطر که دست خالی نیام. و در مقابل یک چیز خیلی ناچیزی اتفاق کردیم، گفتم بعضی چی که بهتره دیگه به هر حال دست خالی برگردیم. من این طفل رو برداشتم. آمنه الان این طفل از مادرش جدا میشه و میره، مادر هم او رو میسپاره به اینها و میره، حرکت میکنن. حلیمه میفرماید که من که حرکت کردم به والله، همون شبش حالا اتفاق حرکت نکردم، شبش که گرفتیم میگه رفتیم تا صبح حرکت کنیم، شب استراحت کردیم. همون شب میگه من این بچه رو که بردم خونه، شوهر من رفت پیش شتر، دید که این سینه های شتر پر از شیره. برای اولین بار عجیب شیر رو دوشیدیم خوردیم، من خودم طفلم اولین شبیه که طفل من آرام میخوابه و گرسنه نیست و راحت خوابیدیم، خیلی راحت. صبح حرکت کردیم، من با همین الاغ لنگ خودم حرکت کردیم، چنان این سری میره، چنان این الاغ سری میره. حالا دیگه الاغی که مدل شاید حساب بکنیم مدل 2000 مدل 99 و 98 بوده، حالا مدل 2017 شده یک دفعه. میگه این الاغ چنان سری میرفت که همراهان من میگفتن حلیم کمی صبر کنه، کمی صبر کن ما به تو برسیم، این همون الاغه؟ گفتم بله والله همون الاغه. میگفتم باور نمیکنم این همون الاغ باشه. و شطور هم همینطور. و بچه من هم هیچ وقت در بین رو اذیت نکنه. از اون شب به بعد دیگه ما رو گریه نکردیم بچه. و میدونم که همه برکات این طفل است. اون موقع میگفت که این پیش خودم گفتم این طفل مبارکی است. الله تعالی در این یک دفعه از همین الان شروع شد. و از اون روز بعد هر روز در زندگی ما برکت بود. بردیمش بنی سعد. این طفل نازنین رو بردیم، میگه که خشکسالی هم بود و گوسفندایی بود. ما امید داشتیم این گوسفندا برن و به هر حال یک چیزی بیارن برای ما، از شیرشون می‌خوردیم، تغذیه می‌کردیم. گوسفندا میرفتن میآمدن، گوسفندای من شکم سیر پر از شیر، سینه‌هاشون پر از شیر. تمام دور و بری‌ها میگفتن بابا، به چوپانا میگفتن شما گوسفنداتون رو ببرین جایی که گوسفندای حلیمه و حارث رو میبرن. اینا گوسفنداشون سیر برمیگردن پر از شیر. شما گوسفندای شما گرسنه نمیان، یک ذره شیر ندارن، ببریم جایی که اینا میچرانن. بعد میگفت بعدن اونها هم گوسفنداشون رو با گوسفندای من همراه میکردن، میرفتن برمیگشتن، گوسفندای اونا گرسنه شیرم نداشتن، گوسفندای من سیر و شیرم داشتن. و این برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی از روزها حلیمه میفرماید رضی الله عنها مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این سعادتی است که الله تعالی به حلیمه داد و مادر شیری و رضایی رسول الله صلی الله علیه و سلم. چیزی ادامه بودین یا بگذاریم پیامبر صلی الله علیه و سلم را نزد حلیمه تا برگردیم؟ وقتی ما پایان رسیده مادرشان آمنه ایشون رو پیش حلیمه گذاشت 2 سال و منتظرش ماند. ان شاء الله بینندگان هم یک هفته منتظر بمانند تا ما حکایت بسیار جالبی است در موضوعی که اینها همه، ما این صحبت ها رو ما به این خاطر میکنیم که اینها همه برای فهم عظمت قرآن مهم است. ما باید بدانیم که قرآن بر چه شخصی نازل شد. وقتی که دانستیم چه شخصی قرآن بر قلب نازنینش نازل شد، اون موقع میفهمیم که این کتاب چیست. آیا این کتاب واقعا کلام اوست یا کلام الله تعالی است؟ این مهمه. کی داره برای شما توضیح میده این موضوع رو؟
الان حتی ما خودمون الان یک موضوعی رو وقتی کسی صحبت میکنه، آقا گوینده این کلام کی هست؟ مهمه برای ما. الان ما باید بدانیم که آیا گوینده این کلام محمد مصطفی علیه السلام هست یا الله متعال است. از چند نظر مهمه که آیا کلام خود محمد علیه السلام هست که نیست، کار باز دلایل رو ذکر کرد در خلال برنامه پیش رو. و دوم که آیا این کلام آیا همان گونه‌ای که بر محمد نازل شده به دیگران رسیده یا نه، نعوذ بالله محمد در انتقال این کلام دستکاری کرده باشه. اینا مهم است. درست. و این در خلال معرفی شخصیت هدف ما از بیان این زندگی نامه مختصراتی از لقطاتی و به هر حال از این گلستان گل‌های شاخه‌های گلی از زندگی رسول صلی الله علیه و سلم برای می‌کنه. هدف ما تنها بیان زندگی نامه ایشون نیست و این برنامه جای این موضوع هم نیست، اما این به این خاطر مطرح میشه تا اصل موضوع و اهمیت موضوع، جایگاه رسول الله، شخصیت رسول الله مشخص بشه تا بدانیم که این شخص بود که قرآن براش نازل شد. و فرموده شما همونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگذاریم در بنی سعد در همون طفولیت و حکایت بسیار جالبی خواهد بود در برنامه بعد که یک حکایت بسیار عجیب و بسیار عظیم در بنی سعد اتفاق افتاد برای رسول صلی الله علیه و سلم. و عجیب تر اینه که آثارش رو انس ابن مالک میفرماید من تا آخرین لحظات حیات رسول الله روی سینه مبارکشون میدیدم. الله اکبر. تشکر. سلامت باشید. بیننده‌های عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو که طفل 1 ساله یا 2 ساله هستند در منطقه طائف در قبیله بنو سعد نزد مادر رضاییشان حلیمه سعدیه میگذاریم. انشاءالله برنامه بعد گفتن داستان عجیب و جالب در آنجا رخ داده است که تا آخر عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آثار آن حادثه را حضرت انس میدیدن. این حادثه چی است منم نمیدونم. هفته بعد ان شاء الله در برنامه زلال ایمان خدمت شما عرض خواهیم کرد. تا آن دم الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني